آیا شما میخواین فایلایتان انتقال بتین از تلفن به VPS که خیلی کاربردی است و بیشتر دوستا استفاده میکنن از VPS که برن درآمد فیسبوک داشته باشن. حالا چه رقم ما فایلای خود، ویدیو، عکس و غیره چیزای ما را از تلفن ما انتقال بدیم به VPS که این برنامه میشه ویندوز اپ که چگونه انتقال بدیم. دوستان عزیز، خیلی راه های زیادی داره که شما میتونین انجام بدین. راه آسانش همین است که زیاد مصرف شما هم نمیاد. ببینین دوستا، داخل تلگرامتان شوین، همون تلگرامی که شما دارین همین تلگرام شما برین در کجا باز کنین؟ در همین ویندوز اپ یا در VPS خودتان باز کنین، یعنی هم در تلفنتان باز میشه هم در VPS شما. حالا بیاین در خود تلفنتان گزینه تلگرام باز کنین، برین سیو مسیج. وقتی که در سیو مسیج رفتین، هر ویدیویی که میخواستین همون را در سیو مسیج چی بکنین؟ ارسال بکنین یا که ذخیره بکنین. مثل این ویدیویی که هست، ببینین من روان کردم، حالی همینجا است. بعد ایره که رایی کردین تمام شد، شما بیاین داخل برنامه ویندوز اپ یا VPS خودتان شوین. وقتی که داخل شدین برین نوشته کنین تلگرام وب در گوگل. وقتی که در گوگل نوشته کردین تلگرام وب، بر شما تلگرامتان میاره. وقتی که آورد برین در بخش گزینه سیو مسیجتان و او هرچی که بود همونجا، چون سرعت اینترنت VPS خیلی زیاد است، در نیم ثانیه یا در نیم دقیقه همون نظر به حجمش بر شما دانلود میکنه. چند تا ویدیویی که من از تلفنم به VPS روان کردم، یعنی در نیم ثانیه اون رو دانلود کرد، چی برسه به نیم دقیقه که میشه 30 ثانیه، چون سرعت اینترنت در او خیلی زیاد است. بعد شما او را که دانلود کردین ذخیره کنین در VPS یا هم کامپیوترتان، بعد برین در فیسبوک پستش کنین به همین راحتی. حالا دیگه راهی هم داره. اگر این راه براتان اوکی نبود، بدلتان نبود، شما کامنت بتین که من یک طریقه دیگه براتان آموزش بدم و ازش استفاده کنین. اگر ویدیو خوشتان آمد فالو کنین.